به نام خداوند مهربان با عرض سلام و درود بینندگان گرامی و برنامه بازچگپ خوش آمدید. همراه من امروز برادر باباجان قیومزاد هستند. انشاءالله یک جای این برنامه که مرور به خبرهای امروز است یک جای انشاءالله این برنامه را پیش میبریم. اولین خبری که بود این میخواهیم که اون را مطرح کنیم با محکوم شدن برادر عبدالرحمنوف اسام‌الدین معاون رئیس شعبه حزب نهضت در ولایت ختلان. یعنی اون بیچاره هر چند ثبت ویدیویی هم داده بود در اونجا اعتراف کرد که من یعنی با خواهش خودم که علامت سوال اونجا هم هست، یعنی در فضای مشکوک این نوا را ثبت کردن و گفته که از حزب میبرد. با وجود این هم شفاعتش نکرد و یک ماه پیش این حکم قرار صعود علیه او صادر شد و تنها امروز جامعه تاجیکستان از این خبر محکومیت این برادر به 10 سال زندان با خبر شد. برادر سوال اینجا است که اولین چیزی که این میاد این است که برادر اسام‌الدین که ما خوب اون میشناختیم و بچه خیلی فعال بود، جوان بسیار دلسوز و تندرست بود، چرا با وجود این که ثبت داد اعتراف اجباری هم کرده بود ولی متاسفانه اون شفاعتش نکرده، اون رو با 10 سال زندان نه کمتر محکوم روانه زندان کردن. یکم سوال دوم این است که چرا بعد یک ماه جامعه تاجیکستان از این باخبر شد؟ مقامداران چی استفاده میکنن، فایده میکنن که حتی این حکم های ظالمانه را با این حد بپوشانند و مردم داخل هم شجاعت نمیکنند که این خبرها را به جامعه برسانند و مردم از این حکم ها، از این احکام ناعادلانه با خبر شوند. به نام خداوند بخشنده مهربان با عرض سلام خدمت بینندگان محترم و همچنین شما. البته همه میدونیم که چند وقت پیش قبل از اینکه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود و یک سازمان ارهابی یا اینکه افراطگرا معرفی شود، مسئولین حکومت رو آورده بودند به اخراج اجباری گسترده اعضایان حزب، مثل همین نواری که از اسام‌الدین میبینیم. از خیلی از اعضایان حزب چنین ثبت ها وجود دارد. بله. خب این واقعا هم برای ما یک درس عبرت است یا اینکه نمیدونم یک دلیل است، یک چیزی بگیم این هست که برای ما که حکومت در واقع در پی یک حل مشکل نیست و مشکل حکومت هم این نیست که مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود. به نظر می رسد حکومت یک مشکلاتی دارد. بله. با مردم، با هر کسی که با حکومت یک اختلاف نظر دارد. بله. چرا؟ باید ببینید مثلا اگر اسام‌الدین مشکلش اعضای حزب نهضت بودن نش بود، در روز 10 ایون فکر کنم نوار ثبت شده در یوتیوب پرتافته شده بود. از طرفی کی؟ از طرفی معلوم است از طرف نیروهای امنیتی این کار صورت میگیرد. در تاجیکستان اکثرا این فعالیت ها از طرف نیروهای امنیتی و شاید با نامی بعضی مثلا حکومت ناحیه یا نمیدونم کمیته دین یا دیگر، ولی در اصل همش با فرمان امنیت بود. یعنی امنیت همه نهادهای حکومتی محلی و مرکزی را به این کار سفربر میکرد. بله این طبیعی است. در حال حاضر هم دیگر حکومت ما یک حکومت امنیتی شده است. پلیسی و در تمام حکومت‌های محلی علاقه نیروهای امنیتی هستند که این راهبری میکنند، حکومت میکنند. نه در حتی من شنیدم که حکومتداران دیگر ساحه ها غیر امنیتی ها از این نفوذی به سابقه کمیته امنیت و کارمندان امنیت خیلی ناراحت بودند که اونها میان به بسیار دغلانه به اونها دستور میدهند و بسیار یک صلاحیت ها و یک نفوذ های به صلاحیتی هم دارند. بله بفرمایید برادر. درست است. به همین خاطر اسام‌الدین حتی خارج شدنش از حزب هم مانع این نشد که محکوم شود.
برای چی؟ فقط به خاطر اینکه فکری دیگر داشت، انتقاد داشت، یک زندگی بهتر شما اون برادر دیدگی بودید؟ بله طبیعی است که دیدم برادر رو. با اون عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و با ما همکاری ما بود، همیشه در ارتباط بودیم و با اون صحبت‌های زیادی داشتیم و از همه جدی مهمش اگر صحبت کنیم در اون یگان چیزی افراطی دیده بودید شما؟ شاید افراطگرایی و اسام‌الدین اگر واقعا نگاه کنیم دو چیزی هست که مثل پلوس و مینوس. بله. شما تصور کنید اگر آب و آتش خیلی به هم میآیند، یعنی این دو چیز است. اصلا یک آدمی بود که حلیم، خیلی مهربان، حلیم، اصلا به یگان کاری افراطگرایی دست تا امروز. حتی شما اگر باور دارم به این، اگر روید از همسایه‌های اون بپرسید، از اطرافیان اون بپرسید، از نزدیکانش بپرسید، حتی کمترین مناسبتی دغلانه از او دیدگی نیستن مردم. دیده نمیشد از اون اصلا. ولی امروز اون به عنوان افراطی، یعنی بله. سوال دوم این بود که چرا بعد یک ماه این خبر به جامعه رسید؟ متاسفانه همینطور است، چون که پیش از همه این است که سود فعالان اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشت درهای بسته برگزار می شود و مهری مخفی زده شده است به پرونده اینها و اونها هر جور که میخواهند همونطور سود رو برگزار میکنند، حکم را صادر میکنند. این سودها بیشتر در کجا صورت میگیرد؟ بیشتر در سیزای امنیت، در خود امنیت سودها اینجا فکر کنم در سیزای امنیت. اون چیزی که ما از بعضی نزدیکان این تا امروز سود شده ها شنیدیم، از بعضیش در سیزای امنیت و بعضیاش مثلا حاضر در سود عالی ادامه دارن. بعضی از اونها را میبرن به سود عالی، به سود عالی و در اونجا سود برگزار می شود. امروز اونهایی که امروز برگزار می شود، فکر کنم امروزها در سود عالی برگزار می شود. پرونده چندی از بازداشت‌ها هم در حال یعنی ادامه است؟ بله شنیدم که پرونده چند نفر از بازداشتگان دیگر هم در حال جریان هست و از اون گونه که خبر یافتیم از بعضی خویش و نزدیکان اونها، پرونده چند از این نزدیکانشون از اعضایان دیگر حزب هم در جریان هست و ممکن است که یعنی شما میخواهید یعنی از این گفته‌تان که بازداشت‌شده های حزب نهضت کمترین حقوقی که یک بازداشت‌شده دارا باید باشد از اون محروم هستند؟ طبیعی است، این واقعیت یعنی است. اونها حقی ندارند که از خود دفاع کنند که تروریست نیستند. آنها یعنی حدی اقل چرا خویش تبار بستگانشان ایبا می‌ورزند یا که از نمیدونم از چی سبب که این خبرها رو زود به جامعه نمیرسانند؟ ببینید شما الان خودتون گفتید که آنها ایبا می‌ورزند و پیشتر درباره حکومت پلیسی و امنیتی صحبت کردیم. واقعا وقتی که برای یک صحبت عادی مادر شما را به امنیت دعوت میکنن یا پدری ما را دعوت میکنن، فکر نمیکنی با سر اون بیچاره‌ها چی یا مثال بهترین این بزرگمهر یاروف که از امروز بیچاره با افراطگرایی متهم میشه. همین است. بزرگمهر وقتی که از اینها دفاع میکرد با سرش چی اومد؟ همین است که بعد این دیگر این ترس و با یک وحشت رو در جامعه اینقدر حاکم کردن که اصلا هیچ کس جرئت نمیکند که کمترین خبر رو با مردم رد بدل کند، صحبت کند درباره یک قضیه سیاسی و گفتگوی داشته. واقعا بینندگان گرامی، برادر عزیز اسام‌الدین عبدالرحمنوف که ما با اونها چندین بار شدیم و دیدیم یک انسان حلیم، وطن دوست، مهنتکش، جوان که دلش برای ملت میتپید، امروز متاسفانه نه برای 1 سال و 2 سال بلکه برای 10 سال روانه زندان شده است. اون خودش چه حال دارد، فرزندای اون چه حال دارند، خانواده، مادر. متاسفانه در کشور ما چنین محاکمه های ظالمانه، ناعادلانه یعنی یک و دو نیست بلکه این یک رواج است، یک چیزی طبیعی شده است. زید سعیدوف هم این حال داشت، شهرت قدرت و بیچاره امروز و باز بزرگمهر یاروف یک حقوق شناسی چیره دست کشور را متهم به افراطگرایی میکنن. متاسفانه ما داریم کشور رو به یک بنبستی واقعی برده ایستادیم. متاسفانه این حکومت کشوری ما و متاسفانه اون برادر عزیز ما را واقعا محکوم میکنیم این کاری محکومیت اون به 10 سال را و واقعا یک انسانی
بیگناه، معصوم، وطن دوست که دلش برای وطن میتپید امروز متاسفانه مثل دیگر فرزانگان کشور روانه زندان شدند. سوال خبر دیگر اون سفری فدریکا موغرینی به یعنی مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا به استانه که در آنجا جلسه بود با وزیران معاونان و وزیران خارجه آسیای مرکزی. موغرینی این مسئول اروپایی درباره فرصت‌های اقتصادی و همکاری‌های اقتصادی صحبت کردند و در اونجا یک اشاره کردند که همه اقتصاد، همه پیشروی هم منوط مشروط به اون حقوق بشر است، دموکراتیزاسیون است. یعنی یک گام مهم اگر می‌خواهید که وطن پیش برود باید حقوق بشر رعایت شود، باید دموکراسی باشد، باید انتخاب‌ها شفاف باشند، نباید مردم به خاطر دیگر اندیشه روانه زندان و سالهای طولانی روانه زندان شدند. اینها این بود که اشاره و سخنانی بود. سوال اینجاست که همیشه سازمان‌های بین المللی وقتی که صحبت میکنن واقعا اگر اتحادیه اروپا رو نگاه کنیم، سازمان امنیت و همکاری اروپا، آمریکا، همه اینها وقتی که حزب نهضت اسلامی بسته شد اونها محکوم کردن این کار رو، گفتن که حزب نهضت هیچگاه افراطی نبود بلکه یک حزب معتدل اسلامی بود. ولی میبینیم که صحبت های اونها بیشتر جنبه یک رمزی دارد از اینکه فعلی داشته باشد، یک جدی باشند در این گفته باشند و این را هم بسیاری از حتی سیاستمداران مشهوری کشور و منطقه هم از اونها انتقاد میکنند که بیشتر درباره یعنی مواردی نقض حقوق بشر همچنین اشاره ها میکنند ولی دقیق و جدی این مسائل رو با حکومتداران همین منطقه مطرح نمیکنن. نظر شما چیست؟ البته این سیاست یک بام و دو هوای بعضی از سازمان‌های اروپایی و کشورهای اروپایی خیلی وقت است که مورد انتقاد سیاستمداران و تحلیلگران قرار میگیرد و متاسفانه چنین سیاستی در قبال کشورهای آسیای مرکزی به خصوص که یک به اصطلاح کشورهای دیکتاتوری در اونجا حاکمند، رهبران دیکتاتور در اونجا حاکم هستند، وجود دارد چنین انتقادهایی. ولی یک واقعیت رو هم باید در نظر بگیریم. میدونید چی است؟ ما متاسفانه مردم ما بعد از اینکه از حالت اون بسته شوروی بیرون آمدیم در یک حالتی یک کم ناآمادگی بودیم و آمادگی این رو نداشتیم که بتوانیم در یک جامعه آزاد و یعنی که تصور یک جامعه آزاد رو نداشتیم، جامعه های ما نداشت. و امروز هم وقتی که ما مردم ما، یکی از بزرگان هم گفته است که این مصیبت نیست که یک نفر خودش بر بالای مردم، یک رهبر مردم رو غلام خود بداند. مصیبت این است که مردم خودش را غلام یک نفر بدانند و اون راضی هم باشد و بر اون راضی هم باشد و چی رسد به تملق کاری و دیگر. ولی متاسفانه ببینید امروز در جامعه های ما یک فضای چنینی حاکم است. مردم را به حد آوردند از مثلا فکر میکنن بعضی ها رهبران که مردم غلام آنها هستند. این واقعیت است. وقتی که با مردم میخواهی با ظلم و با جبر و با یعنی تمام استفاده از تمام وسیله های غیر قانونی بقبولانی که من میفهمم، تنها من میدونم، شما نمیدونید، این همون دیکتاتور است، دیگر چیز دیگر نیست. و واقعیت هم همین است و متاسفانه اینجا کمبودی ما مردم هم هست که نمیتوانیم واقعیت های جامعه خود رو به جامعه جهانی برسانیم. در این کمبودی ما هم هست. برای مثال وقتی که ما اولین آیا در تاجیکستان ما تا امروز یک رسانه آزاد وجود دارد؟ رسانه آزاد به معنای واقعیش، نه اون که به زیر فشار نباشد، زیر فشار سانسور نداشته باشد، واقعیت ها رو مطرح کند. برای مثال کدام وزیر امروز در تاجیکستان ما در مقابل خبرنگاران مستقل میشیند و اینترویو میدهد؟ از این در این صحبتی کردید من ویدیوی
در سیاست در سایت همین اتحادیه اروپا ویدیوی خانم مغرینی با معاون رئیس وزیر خارجه تاجیکستان دیدم. واقعا حیران شدم که معاون وزیر آقای دولتزاده وقتی که اون صحبتی چند دقیقه حتی 1 دقیقه 2 دقیقه از روی کاغذ آورده کاغذ در میخواند. متاسفانه همین است، چون آزادی حتی یک منصبدار ما آزادی شخصی ندارد. بله. و برای هر یک سخنش باید جواب گوید و برای هر یک سخنش در نزد دیگران مسئولیت دارد. بله. حتی برای اون هم یک چیزی رو از دیگران می نویسند، می گیرد و برده می خواند. این مصیبت است. ولی شما چیزی رو تصور کنید، چند وقت پیش در سایت آزادی بله. هم نشر شده بود یکی از مصاحبه های پرزیدنت افغانستان با خبرنگاری. بله. ببین چقدر یک پرزیدنت رو یک خبرنگار با چالش میکشد. بله. ما نمیخوایم پرزیدنت رو در کشور ما، حداقل یگان وزیر رو دیدید که با چالش بکشد یک خبرنگار؟ گذاشتن یگان جایی که یک وزیر آشکار به سوال‌های روزنامه‌نگاران جواب دهد. من در یاد دارم که یگانه مصاحبه که رئیس جمهور کرده با اون چی الجزیره؟ نه با الجزیره همچنین دیدم و همچنین با چی یورانیوز خبرگزاری یورانیوز هم یک مصاحبه کرد و خیلی خوب میشوند که اونها نه تنها با اونها با آزادانه صحبت کنن. ولی مثل که شما میگویید اون وزیر بیچاره اون مقامات بیچاره اگر اونجا حرفی زد که موافقی بالا نباشد باز اونم در مشکلات و واقعا این چیزها هم شد. ولی باید باشد. برای مثال همون یک مصاحبه که امان‌الله حکوموف با خبرنگاران داشت برای اولین و آخرین بارش چی شد؟ چی بلای بر سر حکوموف آورد؟ بله. این واقعیت است. بگذارید تا کمبودی ها آشکار شود. اگر واقعا ما میخواهیم این چیزها باشد باید بیاین و این مسائل رو سازمان های بین المللی به این گونه مطرح کنند. مثلا ما اگر بتوانیم این کمبودی ها واقعا این کمبودی ها رو به جامعه جهانی برسانیم و یک سازمانی داشته باشیم که این واقعیت رو مثلا برای مثال یک سازمان دفاع از حقوق خبرنگاران باشد یا یک سازمانی باشد که نمیدونم سازمان حمایت از دموکراتیا باشد که طلب کند از حکومت تاجیکستان و چنین یک نمیدونم مصاحبه ها با وزیران با نمایندگان نمیدونم سفیران با بگذار آشکار شود واقعیت های این شخصیت ها برای مردم روشن شود. خیلی که بگذاروف در مصاحبه برای قطع اینترنت گفت که کدام شکارچی با تیرش اون سیم اینترنت زده است مثل ولی به هر حال آقای بگذاروف در اون پیش یعنی مصاحبه میکرد. یعنی واقعا ما به این چی هستیم که باید وزیران ما مقامداران ما از نترسن بیاین مسائل رو متاسفانه شما ببین آخر یک مصاحبه که امان‌الله حکوموف کرد بعد او این یک طرفی کار است با وجودی که در این مصاحبه ها سنزور خیلی شدید وجود دارد. همه به همه خبرنگاران اجازه ورود داده نمی شود در این چیزها و دومش این است که همه خبرنگاران جرأت هر سوال رو کردن ندارند در اونجا. ولی با وجود همین وقتی امان‌الله حکوموف مثلا با یک طرز عجیبی بعد از این مصاحبهش از کار برکنار می شود وقتی که بیگ ظهوروف با اون تیر شکارچیش دیگر گفتی به قول با چیز میگن این یک اینترنت از اینتریگای روز تبدیل می شود با اون گپی که یک نفر با تیر سیم اینترنت رو زد. این واقعیت رو بگذار حتی در این خبر این چیزی که گفتید تعجب آور در شبکه‌ها و در رسانه‌های خارجی هم بازتابی گسترده یافته بود حتی به زبان‌های انگلیسی. ولی به هر حال خوب است که اونها صحبت بکنن فکراشون بگن مردم از اونها رو بشناسن چقدر سواد دارن چقدر فهم دارن چقدر درک دارن کی امروز برای آنها تصمیم میگیرد بفهمن مردم تو که اینا چون از مردم پنهان میکنن و برنامه مردم تصمیم میگیرن. بله ماکسیم شوچنکو تحلیلگر روس یکی از فعالان سیاسی و انسان دوست واقعا انسان دوست است ما چند بار دیدیم اون گفته که حکومت تاجیکستان به حمایت شهروندان خود بخصوص مهاجرین برنخواست. یعنی اون در مصاحبه‌ای که با از خبرگزاری ارزه پلوس برگزار کرد میگوید که پیش از همه باید به این مسئله اشاره کنم که حکومت تاجیکستان از
جنبش جمعی ایجاد شده طرفداری نکرد زمانی که زرینه مادر عمرعلی نظرف اون طفلی بیچاره که کشته شد در قلمرو روسیه بود از او حمایت نکرد. حالا که این مادری داغ دیده را به بهانه بیماری از روسیه به تاجیکستان منتقل نمودن، طبیعتا حمایت حقوقهای او دشوارتر شده است. یعنی این تحلیلگری روس که واقعا در مورد حمایت از مهاجرین بخصوص اون طفلی تاجیک که بسیار ظالمانه کشته شد در روسیه واقعا خیلی دفاع کرد و پروندهش خواست جدی و عادلانه بررسی شد، ولی متاسفانه نشد و اون حکومت تاجیکستان را متهم میکند که از حقوق شهروندان خود چی مهاجر باشد چی فرزند مهاجر باشد واقعا دفاع آن طوری که باید باشد دفاع نکرد. و واقعا نظر شما در این انتقاد این چی است؟ ببینید واقعیت جامعه امروز ما رو همه میدونن، اگرچه حکومتداران ما میخواهند این رو رد کنن ولی خوب میشد که حکومتداران ما عملا این رو رد میکردن. بله. یعنی چی؟ وقتی که عمرعلی نظرف در اونجا کشته شد اونا گفتن که حکومت تاجیکستان نمیدونم وزارت بله. بهداشتش بود وزارت تندرستی بود، اینا گفتن که عمرعلی نظرف تحت اکسپرتیز دوباره و نمیدونم این چیزات قرار میگیرد و اینوای. و وقتی که عمرعلی جسدش به تاجیکستان وارد شد هیچ کس به نزد آنها نرفت. چرا؟ آیا وقتی که در روسیه بود شما میگفتید که نمیتونید از اون حمایت کرده؟ در روسیه بود شما میگفتید که مثلا این بهانه های هرکله می‌آوردن. نخواد که جسد طفل تاجیک برای شما اونقدر ارزش نداشت که چند دقیقه وقتی خودتون رو بگذارید برید از در ایرپورت اون رو ببرید و اکسپرتیز کنید. چرا؟ این است مسئولیت شناسی این حکومت. ولی دوستی عزیزم اگر ما نگاه کنیم اونه که بازار صابیر از امریکا اومد خیلی خوب پیشواز گرفته شد. بازار صابیر به خاطر سیاست‌های خاصی که اون بعضی چیزهای خاصی که پیدا کرده بود به خاطر اون بود، ولی بازار صابیر یک قضیه صرف از اون استفاده سیاسی کردن برای چند روز رفت. ولی این مهاجرین منم قصدم همین بود که واقعا بازار صابیر شبیه ایجادی خاص بکنه نماندنش، ولی وقتی که علیه حزب نهضت علیه مخالفین تاجیکستان صحبت کرد از اون یک استقبال گرم کردن. ولی متاسفانه از این طفل بیچاره، از اون جسدهای سلفن پیچ که کشته شدن، از اون قدر جسدهایی که میان حداقل یک مقامدار نمیبینه که تعزیه بیان کنه در اونجا باشد. واقعا جای تاسف است. که حتی اون سیاستمداران روس به نظرم بیشتر در این باره صحبت کردن، حمایت کردن. واقعیت هست این. واقعا هم همین است. ولی من باز میگویم ببینید امروز عمرعلی نظرف یک نمونه بود که رسانه‌ای شد. یک نمونه خیلی علام‌آوری یک طفل تاجیک مهاجر تاجیک بود. ولی شما امروز تصور کنید که ما مهاجران ما در حالتی خیلی بدتر از اینها هستند. درست است این یک فاجعه بود که به سر عمرعلی آمد. بله. این واقعا یک حادثه نمگین و خیلی علام‌آور بود. بله. ولی شما ببینید امروز در مهاجرت در روسیه کم کشته نمیشوند تاجیک. بله. برای مثال شما ببینید در یک سال 1000 نفر جسد می آید. درست در خود تاجیکستان اون دختری بیچاره که از طرف چیا کشته شد و دیگر اون در کولاب در دوشنبه و اون که عامل کشتار بود اون را دیوانه برآورده و به بیمارستان روحی انتقال دادن و تاجیکستان هیچ واکنش نشان نداد. یعنی مثل اینکه یعنی خون تاجیک چنان به قدر است که یک منصبدار یعنی آماده نیست که یک ساعت را صرف کند و برود به همون فرودگاه تا اینکه از این جسدی که پدران اونها پدر این طفل و مثل اون دیگر مهاجرین پول روان میکنن در تاجیکستان از نگاه اقتصادی یک توازن به وجود آمده است. متاسفانه این چیزها نیست. ببینید دوستان یک مشکلی که ما واقعا داریم چی است؟ ما در تاجیکستان یک مشکلی واقعا هم این به ارزش بودن عمر انسان است. بله. جان انسان است. ما باید این ارزش رو
در جامعه خود بله گسترش دهیم. باید حاکمان ما، مسئولین حکومت ما به عمر انسان، به جان انسان ارزش قائل شوند. ما باید کی به این میرسیم من نمیدونم. شما تصور کنید به حد این جان انسان به ارزش است که سالانه 1000 نفر مهاجر بله جسدش از روسیه به تاجیکستان می آید ولی هیچ پروایی ندارن مسئولین ما. برای این هیچ بانگ خطری وجود ندارد. خواب کسی خللدار نمی شود. هیچ مسئول برای این مجازات نمی شود. هیچ مسئول درباره این پرسیده نمی شود. خب از طرف دیگر ببین برای که اصلا انسان برای اونها هیچ ارزش ندارد. اگر انسان برای اونها ارزش می داشت شما تصور کنید شاید تاجیکستان تنها کشور است که حکم هایی که می دهد 10 سال به بالا 10 سال از 5 سال زیاد است. در کجای این واقعا وحشتناک است. در کشورهای دیگر تصور کن برای عمر انسان برای اونها اینقدر به ارزش است که 10 سال یک نفر رو زندان بردن مثل آب خوردن است برای اونها. یعنی یک اسام الدین، یک آدمی وطن دوستی که امروز مثل زید، مثل شهرت، مثل فخرالدین، مثل بزرگمهر، مثل اینها مثل محمد علی حید، سید عمر حسینی، سیف الله زاده و عبدالقهار، اینها وقتی که میروند پشت پنجره برای 10 سال، یعنی 10 سال برای اونها هیچی است، مثل آب خوردن است. یعنی عمر انسان برای اینها هیچ ارزشی ندارد. کی این ارزش برای اونها مهم می شود و کی اونها به قدر این واقعیت میرسند من نمیدانم و این برای این ما باید تلاش کنیم. ما باید برای این تلاش کنیم و این سازمان های بین المللی که اینجا درباره حقوق بشر میگویند، درباره حقوق انسان میگویند، من امیدوار هستم که اونها بیایند و در برابر اون کمک های میکنند. ما نمیگیم که بر تاجیکستان ما کمک نکنند، چون تاجیکستان وطن ماست، ملت ماست. بله. و اونها هیچ گناهی ندارند. بله. ولی این منصبدارانی که امروز اونها رو اسیر کرده اند بیان در مقابل اونها حداقل از کمترین حقوق ها طلب کنند. بگذار اونها رو ارزش عمر انسان را درک کنند. بگذار اونها حقوق یک اولیه انسانی مردم خود را رعایت کنند. بگذار دیگر به مردم به اصطلاح مثل گوسفند معامله نکنند. بله. بیایند به مردم حقوقشان رو بدهند. حداقل در این جنبه هم یک کم طلب کنند تا این مسئولین ما هم در برابر اونه که کمک هایی که میگیرند بگذار احساس مسئولیت کنند و از این ظلم و جنایت ها دست بکشند. واقعا این وضعیت ناگواری که هست دلالت به این میکند که چقدر مقامداران ما بخصوص اونهایی که یعنی نفوذ دارن و سیاست ها را مشخص تشخیص میدهند، اونها واقعا از مردم چقدر دور شدگی هستند که مثلا زید سعید را به خانمان میکنی و 29 سال زندان روانه زندان میکنی و هیچ احساسی نیست که این بیچاره انسان است. از همه بالا تاجیک است. بله. انسان است، درد دارد. فرزندان اون چیکار کنن؟ واقعا جای هر وقتی که واقعا من شب‌های بسیاری شب‌ها از اون دوستانی که فعلا در بازداشت هستن از اونها بسیار وقت خوب میبینم. چند روز پیش برادر قیام الدین عوضف را دیدم که بسیار به یک چی میخندید و میگفتم که برادر عزیز شما آزاد هستین؟ گفت که من چند وقته برآمدگی هستم باز میگردم میرم. انسان واقعا دلش ریش می شود وقتی که چنان فرزانگان ملت رو میبینند که در کنج زندان به سر میبرند. واقعا جایی. خبر دیگر این نیست که امام علی الرحمن رئیس جمهوری تاجیکستان روز 21 دکبر در جلسه شورای امنیتی دست جمعی سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی یعنی SPAT اون صحبت کرد و گفت است که وضع منطقه مرکب و پیشگویی نشونده هست. ببینید امروز وقتی که به حکومت تاجیکستان به اطراف خود نگاه میکند و در یک بحران اقتصادی واقعی متور شده است احساس خطر میکنند. این تنها نیست. از کی احساس خطر میکنند؟ از بیگانگان؟ ببین احساس خطر حکومت ما هم منشأ داخلی دارد هم خارجی. بله. خارجی از این است که در مرز افغانستان علاقه طالبان خیلی فعال شدند، حتی داعش هم در اونجا پیدا شده است و عامل های داخلی هم خیلی زیاد شدند.
وقتی که این قدر مثلا فشارها با مردم دیندار زیاد شد، وقتی که این قدر فشارها با جامعه شهروندی زیاد شد، به خبرنگاران، به همه، این طبیعی است که عکس العملی را در پی خواهد داشت. از این لحاظ البته نگرانی دارند. از طرف دیگر وقتی که مردم از لحاظ اقتصادی، روسیه دچار بحران اقتصادی است و امروز 4 برابر ورود پول مهاجرین به کشور کم شده است، این میدونید این یک واقعا یک خطر است. بله، بسیاری دوست ها، حتی اونهایی که در حکومت هستند، میگویند که واقعا برادرانی که دلشون برای وطن میسوزد در داخل تاجیکستان، چی در حکومت هستند چی در بیرون، اونها همیشه میگویند که واقعا حزب نهضت یک پیکره، یک دیواری سختی در آرامی و ثبات تاجیکستان بود. بله. که امروز همه چیز رو ببین، بعد این که حزب نهضت رو بیرون کردن، پیشوای ملت آمد و یعنی وکالت ها و دخل ناپذیری رئیس جمهور شد و دیگر در پارلمان اون 2-3 نفری که میدیم صحبت میکردن، اونها هم خاموش شدن. کمونیست هایی که واقعا باید ما امروز با اون زحماتی که میکشیدند و بسیاری چیزها را مخالفت میکردن، حتی اونها نمیبینیم. یعنی یک پارلمانی اگر پیش 90% مثلا چی بود، امروز فرمانروا بود، امروز 100% فرمانروا شده است. حتی به حد آمده است که شکر جان ظهورov رئیس پارلمان بگه که کمتر گپ زنین، مناقشه بکنین، میخوان به زوری اونها را وادار بکنند که در مسائل داغ کشور نظر پردازی کنند. واقعا همین وضعیت به همین حد رسیده است و اکثری تحلیلگران هم به این نظر هستند که اقدام حکومت در مورد بستن حزب اعلام کردن آن همچون سازمان تروریستی یک اقدامی واقعا نادرست، خطرناک و دارای پیامدهای بسیار بد است. طبیعی است. این واقعیت است که امروز ما میتونیم احساس کنیم. حداقل کمترین چیزش این بود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل یک امنیت روانی برای مردم ایجاد میکرد. بله. مردم دیندار احساس میکردن که میتوانند از طریق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعضی از اون حقوقهای دینی خود را طلب کنند یا اینکه درخواست کنند یا اینکه بعضی از اون بگیم چیز میگن احساسات و مثلا اون چیزهای قلبی دینی خود رو میتونن از طریق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیاده کنن. حتی مثلا حزب سوسیال دموکرات یکی از حزب‌های مخالفین واقعی هستند و واقعا خدمت‌های خیلی خوبم کردن، امروز در بسیاری مسائل مطرح کردن نمیتونن، زیرا اون وقت احساس میکردن که درباره اونها هم حزب نهضت هست، هم کمونیست ها هستند، یک مخالفین واقعی وجود دارد، برای اونها آسانتر بود و امروز واقعا برای اونها هم سخت است و واقعا اون ژورنالیست های روزنامه‌نگاران دلسوز وطن دوست، اون جامعه یعنی اعضای جامعه شهروندی که برای وطن دل می‌تپید، آن چهره های مخالفین که مثال از استاد تورا جانزاده سرکرده خانواده من استاد تورا جانزاده که سهمی بسیار زیاد دارند در ثبات تاجیکستان، آواز اینها شد بسیار محدود. بعد رفتن حزب نهضت اونها رو شد اون فشاری که بالای حزب می اومد است به سر اون بیچاره ها اونا. البته این یک چیز دیگر هم نگفته نماند، وقتی که وضع خطرناک میگوید در اینجا پرزیدنت، معلوم است امروز دزدی در کشور زیاد شده است، جنایتکاری زیاد شده است، خودکشی زیاد شده است، همه اینها خطر است. درست است که اینها رو نمیگن، حالا به طرز آشکار نمیکنن چیز ولی اینها واقعا همین انسان عاقل اینو درک میکند که این امروز یک خطری واقعی روبرو، امروز کشور ما با یک خطری واقعی روبروست. امروز جنایتکاری، دزدی، مثلا خودکشی، تمام اینها برای چی در جامعه زیاد شده ایستاده است؟ کشتار فرزند از طرف مادر. درست است. یا اینکه با آب انداختن اون مادر خود فرزندانش رو مثال اون بیچاره رو باز بردن 20 سال دیگر دادن. اون در یک حال چرا اونو احساسی نمیگن که اون مشکلی روانی دارد؟ ولی این واقعا مشکل است در جامعه ما. تمام 20 سال یک مادری که درست است که اون گناهگار است، اون در این کار خطا کرده است، ولی چرا وضعیت اون دیده نشود؟ اون چی؟ آیا اون شما بیشتر از اون فرزندانش رو دوست می‌داشتید؟
ولی کسی هست که در تاجیکستان که بیشتر از همه این وطن بیشتر دوست می‌دارد. چخیلی که در خبر آمد که رهبری اول در تاجیکستان کسی نیست مثل اون که این وطن بیشتر دوست بدارد. و واقعا این در مسئله شما خودکشی گفته دوستی عزیزم، در مسئله خودکشی در تاجنیوز خبری اومده که یک مادر متهم به این می شود که 2 فرزند نابالغ شد کشته است در ناحیه جلیکو. چی قدر خبری المناک که مادر مجبور شده است که فرزند نابالغ خود را بکشد. این والله هیچ انسان تصور کرده نمیتوند که در تاجیکستان چی وضعی هست که این مادران بیچاره که با 100 عذاب 9 ماه اون را در شکم خود گرفت، اون را تربیت کرد، کلان کرد، امروز میاد دست به کشتار فرزند خود میزند. این مقامات ما هیچگاه فکر نمیکنند که این مادر بیچاره چرا؟ درست است که اون گناهکار است، ولی یک بار سبب و یعنی عوامل این رو ببینید که چرا این مادر دست به چنین عملی ناسزا میزند. و باز متاسفانه حکومتداران ما فقط جنبه حقوقی رو در این میبینند. یعنی اونه که میرود زن دختری تاجیک میکشد، میرود در اونجا مسئله روانی اون دیده میشود، رعایت میشود، اما اون مادری بیچاره که مثلا درست است که کار ناسزا کرده است ولی شکلی فضای روانی اونم دیده شود، رعایت شود. یعنی نباید این و این حد در مسائل بسیار شکل نگر شد. ببین ما چندین بار من به این نکته اشاره کردم و باز هم میگویم امروز حکومت ما تنها فکر میکند راه حل مشکلات تنها در چی است؟ در منع کردن، محکوم کردن، زدن، شکستن. تنها راه حل مسائل رو در همین دیده ایستاده است. این مصیبت ملت است. شما تصور کنید یک مادر برای چی به این حد رسیده است؟ مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی. این طبیعی است. همه این بالای سر یک شما بیایید ما برای مثال اگر یک بار بیایم نگاه کنیم وقتی که در دهات خب یک خانواده مردش به روسیه می رود، در اون خانواده غیر یک زن و فرزندانش هیچ کی نمیماند. اون برای اون فرزندانش کار میکند، برای اون یک زحمت میکشد، شاید یک کاری میکند. بسیاری اونها بیچاره ها کارم نمیکنند، اونها در همونجا میمانند. خب ولی اونهایی که کار میکنند در دهات ببین چقدر مشکلات دارند. وقتی در یک زمین میرود کار میکنند، از یک طرف میروند پول آب از او طلب میکنند، پول زمین طلب میکنند، نمیدونم انداز طلب میکنند، این وای طلب میکنند از یک زن که در اونجا مونده است و میخواد زندگیش بگذراند. بالای همه این اون زن شوهرش در روسیه شاید کار نیافت، شاید بیمار شد و نتوانست برای او چیزی روان کند. در این همه این فشارها بالای یک زن است، یک مادر است. خبر دیگری که هست رئیس ناظرات انداز ناحیه فیض‌آباد جناب لطف الله علیف یک صاحبکار را در اتاق کاریش لطکوب کرده است. این خبر در تاج نیوز است. این خبرها فقط مخصوص کشور ماست. شاید این را اگر در یک جای دیگر بشنوند مردم از تعجب شاخ میبرارن احتمالاً برای این چنین معامله که یک رئیس انداز یعنی مثل به غلام خود گویا سر و کار دارد. همین است. وقتی یک رئیس انداز یک ناحیه چنین برخورد میکند، شما تصور کنید که اون بالاتر بوده یا اینکه یک پلیسی که به او همه اختیارات رو دادن یا اون یک امنیتیه که به او همه اختیارات داده شده است، همه اجازت ها داده شده است که هر کاری میخواهد بکند، او چی کار میکند؟ این ملت دست کی افتاده است؟ با چنین مسئولان این ملت کجا میرود؟ ببین ما با بسیاری فرمرها صحبت کردیم، میگویند با خدا وقتی میرویم به همون قسم شعبه انداز در همون ناحیه های دوردست میرویم پول انداز میسپریم، همه را صفر میکنیم، ولی باز میگن که برای 2000 دیگر اضافی بساز، 3000 دیگر اضافی. من میگم مردم بیچاره از ترس از اون فشاری که در بالاش هست میروند این پول میسپرن 2000 5000.
باور کنید در ناحیه ما، در ناحیه قمسنگیر، کارخوزی لیلین در اونجا، یک وقت من در بیرون از تاجیکستانم زنگ میزند برادرم که اکا شما بعضی پول به من بفرستید که از انداز حکومتی ناحیه یا که کلخاز از هر سری این خانه باید نمیدونم $2000 $3000 باید بسپاریم که این خانه ها را رسمی کنیم. من گفتم این گپ در کجا است؟ یعنی متاسفانه کارمندان مقاماتی تاجیک در خصوصا منطقه ها وقتی به پول میمانند واقعا در ایجاد کردنی چی خیل پول ستاندن از مردم یعنی نابغه هستند. درست است. ببین این بیچاره صاحب کار اینقدر انداز میسپرد، اینقدر زحمت میکشد واقعا. اصلا اصل قضیه رو ببین، به خاطر چیز؟ به خاطر آبونه نشدن و گازیت باج و خراج. یعنی هر کار شده زور آوری، شکستن، زدن. خب شما یک روزنامه دارید به نام باج و خراج یا هفته نامه حالا. اصلا چی می نویسید در اون؟ برادر معلوم است آخی چی لازم است برای یک بیچاره؟ جمهوریت مردم بیچاره خصوصا مسجدها موظف هستند که اونها را در اونها آبونه شوند و اون گزید همیشه در چی باشد؟ منبر خلق. این حزبی است، این مستقل است، این از حکومت نیست. ولی متاسفانه در تاجیکستان هستیم که حزب حاکم با حکومت از حزب است و حزب از حکومت. همین است دیگه. بله بله. خبری دیگری که هست، یک عده مردم به سبب بی‌برقی و بی‌گازی اعتراض کردن، جمع آمدن. این متاسفانه در تاجیکستان نه، ولی در همسایه کشورمون در فرغانه ازبکستان مردم جمع شدن. عجیب نیست واقعا؟ یک فکر من واقعا فکر میکنم عجیب است برای من وقتی ما خودمون شب و روز برق نداریم ولی خبری رو در یک جا میبینیم که در فلان کشور مردم برای بی‌برقی اعتراض کردن. بله. یعنی چقدر اونها به برق موندن، به گاز موندن. حالا اگر مثل مردم ما در یک شبانه روز فقط 4-5 ساعت یا 6 ساعت برق داشته باشن چیکار میکرده باشن؟ یا گاز اصلا نباشد چیکار میکرده؟ یکی زنگ زدم پرسیدم یکی دوستا که برادر عزیز برق داری؟ به من گفت که برق چیکار میکنم، من پیشوا دارم. یعنی واقعا درست است که باید یعنی این پیشوا اعلام شدن یا دیگر جناب عالی اینها در حال حد اقل در این باشد که مردم از بی‌برقی اذیت نکشند، مشکلی اقتصادی نداشته باشند. ما در برابر اینقدر مشکلی، اینقدر بدبختی اجتماعی باز میایم به یک کارهای دست میزنیم که بسیار خنده آور است و واقعا هم وقتی که ما این قانون پیشوای ملت رو تقدیم کردیم خنده جهانیان شدیم. در جای خارجی دیدیم که چطور یعنی میگویند که یکی از کشورهایی که عقب مانده ترین در وقت شوروی بود و امروز هم در مستوای شوروی سابق عقب مانده ترین هست و این اقتصاد این با پول مهاجرین میچرخد، باز دست به این یعنی یعنی چی میگیم عنوانهای آسمان بوس دست میزنن. رجبی میرزا خیلی خوب قید کرده است که حتی به اصطلاح آخرین دیکتاتور اروپا لوکاشنکو هم گفت که من میخواهم باقی بمانم، من پرزیدنت، من ادامه میدم پرزیدنتی رو، ولی برای خودش هیچ عنوان اختراع نکرد، با وجود نیاورد. ولی این تقدر در ما است که عنوان ها و نمیدونم منصب ها و چیزهای دیگر مشکلی اساسی اگر یک مشکلی عنوان باشد در زیر عنوان چند چیزهای دیگر بود، مثلا دخل ناپذیری و یعنی وکالت ها و صلاحیت های اجتماعی و همچنان نه تنها خودی رئیس جمهور بعد عائلش اهل خانواده‌اش هم مسئولیت پیدا کردن با این قانون که متاسفانه اونها که همیشه میگویند در طب موافق قانون اساسی کار میکنن، چرا میترسن این دخل ناپذیری و اینها را قانون ها اصلا همین قانون ها برای چی است؟ دخل ناپذیری و اینا از چیزی میترسی؟ کسی اگر از چیزی نترسد برای اون قانونی برای دخل ناپذیری وجود لازم نیست اصلا. بله. یا مثلا یک نفر اگر از یک برای مثلا وقتی که در یک جا میخواهید از پیش یک مثلا
سگ بله بگذاری خوب بله حتما برای خودت احساس خطر میکنی یا مثلا یک کس رو پیش قبلا صدا میزنی یا با احتیاط خب ولی اگر هیچی نباشد هیچ خطری نباشد نیاز به هیچی نداری هم آدم میتواند هم خیلی رفتن گیرد هیچ مشکلی نداره ولی وقتی احساس خطر میکنن دیگر دنبال همین مسئولیت ها و نمیدونم دخل ناپذیری ها و قانون ها پیشوای ملت و نمیدونم پیش از این هم دیگر رئیس جمهور و دیگر دیکتاتورها هم این کارها را کردن ولی هیچ فایده شان نکرد خب مثل قذافی و مثل بله یک چیز دیگر هست خبری در پیام نت آمده که مصادره بیش از 5000 حب اکستازی از آشخانه حاجیان متعلق به یکی از مقامداران دینی کشور بله. این اقتباس کرده از رادیو آزادی که بله. از این آشخانه حاجیان که مربوطه یکی از رؤسای نهاد دینی کشور هستند آقای سید مکرم عبدالقادرزاده و یعنی کم بیش نه 5000 حبی اکستازی اگر در حزب نهضت اسلامی آمدن چیزی را پیدا نکردن آوردن ساختکاری کردن که اونجا نقشه های برای هجوم به بعضی مبنی ولی امروز میبینیم که در اونجا چی چیزهای رخ میدهد این اولین حادثه نیست آخر قبل از این مگر برادر معاون رئیس امنیتی کمیته امنیت با نزدیک 80 کیلو مواد مخدر دستگیر شد ولی امروز آزاد است و هیچ مشکلی ندارد این قانون‌ها همیشه در بالای مردم بیچاره مخالف مخصوصا مخالفین و مردم بیچاره دیگر برای کسی برای منصبداران ما اصلا قانونی وجود ندارد اینها اصلا اکثر اینها بالاتر از قانون فعالیت میکنن حتی گفتیم امنیت و میرسه ما دیگر امروز از فوق قانون هستن اما فرا قانونی عمل میکنن بله آخرین خبر فرزند والدین بزرگ مهریاروف اون حقوقدان چیره دست کشور که بازداشت شده است به رئیس جمهوری تاجیکستان نامه فرستادن که قضیه فرزند اونها رو بررسی کند عادلانه ولی از دفتر ریاست جمهوری فرستادن قضیه این مکتوب رو به پرکاتور گنرالی تا اینکه این موضوع رو بررسی کنند میدونید نتیجه چی شد دوستان گرامی بینندگان عزیز پرکاتور گنرالی با 3 عیب با شمول افراطگرایی اکستریمیسم اضافه کرد در پرونده این بیچاره یعنی پدر و مادری این حقوقدان مراجعت میکنند به رئیس جمهور از رئیس جمهور این مراجعت اون با پرکاتور گنرالی واگذار کرده می شود پرکاتور گنرالی در برابر اینکه عادلانه این قضیه رو بررسی کند چیکار میکند 3 پرونده در از جمله اکستریمیسم یک حقوقدان چیره دست رهبری کلیگ ادوکاتی سپر واقعا جای تعجب است این شخصی که واقعا پس وقتی که میبینن یگانه گناهی این بزرگ مهریاروف این است که بعضی چیزهایی که باید از بازداشته های حزب به بیرون میبرود اون برآورد گفت که واقعا با انصافانه صحبت کرد که سید عمر حسینی مورد لاتوکوب قرار گرفت ولی حکمت الله سیف الله زاده نه اینکه لاتوکوب قرار گرفت بلکه مورد احترام بود یعنی یک چیزی اون این شخص برای در بیرون یک چیزی نه آورد که اون چیزی که واقعیت هایی که در اون داخل بود اونا را آوردن ولی متاسفانه امروز قضیه این حقوقدان چیره دست میپیچد به افراطگرایی و تروریسم ببینید شما امروز افراطگرایی یک وسیله شده است برای سرکوب شما تصور کنید امروز همین کلمه تروریسم و افراطگرایی و این چی میگن رادیکالیسم و همه اینها امروز مثل همون چی است داخل مثل همون کاردکی بله یک نفر برای کشتن استفاده میکنند یک نفر برای نجات دادن بله امروز عین همین است
یک نفر از این کلمه برای قتل مردم، سرکوب مردم استفاده میکند، برای زندانی کردن مردم استفاده میکند، یک نفر برای نجات دادن مردم. امروز عین همین است. امروز در تاجیکستان ما افراطگرایی، تروریسم، رادیکالیسم، این همه این یک وسیله سرکوب مخالف، یک انسان آزاداندیش، دیگراندیش، این اصلا به همین یک وسیله تبدیل شده است. مثلا کی باور میکند که بزرگمهر افراطگرا باشد؟ واقعا این خنده آور است برای هر کسی که او را میشناسد. خنده آور است، درست است. برای همین یک جوک، یک هزل در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی خوندم که شاید چند روز بعد اعلان شود که این بازداشتگان حزب نهضت همراه هیتلر در جنگ دوم جهانی شرکت کردند. این هم شاید در بالا من بزند که بسیاری اونها بعد 60 و 70 زاده 60 و 70 هستند. متاسفانه این است وضعیت کشور، ولی انشاءالله ناامید نباشید. یعنی انشاءالله زندگی خوب است. انشاءالله آینده اگر ما سعی و کوشش کنیم، آینده برای فرزندامون، برای نسل آینده انشاءالله خوب خواهد شد و از این روزهای سخت انشاءالله نه یک روز این ملت نجات خواهد یافت و زندگی سربلندانه، شرافتمندانه که در آن حقوق انسان جای خودش را بگیرد، در آن کرامت انسانی حفظ شود خواهیم رسید. بینندگان گرامی، این بود برنامه بازچگپ. شاد و خرم باشید تا برنامه دیگر. خداحافظ. خدا نگهدار. سلامت باشید دوست عزیز.